سلام سیدعلی. ترسون و لرزون رفت سر قبر امامش. همه با هم امامش. رفت سر قبر امامش تا دخیل ببنده بلکه این انتخابات رو سر کنه. حالا هم بریم یه کمی موشکافیش کنیم. اصلا نمیتوانن بکنن. مسئله حساس و زنده این روزهای ماست. ده آخه شفتالو گندیده، اینو که میدونیم. مگه نوبرش آوردی؟ همه جای دنیا هم انتخابات هست دیگه. در کجای دنیا به نامزدهای گوناگون از اون چهره‌های معروف تا چهره‌های گمنام اجازه داده می شود که به طور مساوی از رسانه‌های ملی و دولتی کشور استفاده کنند؟ کجای دنیا چنین چیزی هست؟ در آمریکا هست؟ در کشورهای سرمایه‌داری هست؟ منظورت همین مسابقه ماسخوری بود که دیدیم؟ خیلی باحال بود. خیلی هم واسه من نامه دادن که مسابقه بعدی، ببخشید مناظره بعدی رو اکشن کنن. علی میگه زو و سیبخوری و ساک و قرگن به هوا و این چیزا با هم بذارن. خب دیگه بسه، از مزایای نظام ولایت بنال ببینیم. در کشور ما نامزدهای نمایندگی به طور مساوی و برابر بدون خرج کردن 1 ریال می نشینن اونجا ساعتهای متمادی با برنامه‌های گوناگون به طور مساوی با مردم حرف میزنن. کجا چنین چیزی در دنیا وجود دارد؟ هیچ جا من که تو عمرم ندیده بودم. فقط اگه آخرش یه خر پلیس بازی هم میکردن دیگه هیچی کم نداشت. اینو ببین، اکبر کوسه است. صدای خورخورش به هواست. داره خواب راحل میبینه. راستی گفتم راحل، یادم اومد یه سند تاپ سکرت ازش گیر اومده که باید بشنوین. آماده؟ بگیر که اومد. آها رسیدیم به جمارو. هی جوجه طلبه، اون سند خصوصی امام رو تو ازش خبر داری؟ گفتم سوالای سخت نکنید. اوهو، اشوه شطوری رو تو حوزه باش بیای که یه چیزی گیرت می اومد. همه رو برق میگیره، ما رو با جناق ادیسون. وای نترسین، این گوریله همونه که جرأت کرده رفته تو قبر دجال و نامه‌های خصوصیشو آورده بیرون. جنبه های زیبایی از زندگی شخصی حضرت امام و جنبه های حالا مثلا اون خاطره دو تا نمونه انتخاب کرده آقای بله، 2 تا دیگه چیز جالبم دارم که از این خاطرات هست. من خدمتتون عرض کنم. اینو شما بخونید. اینو بخونم. من اون نام عاشقانه رو دوست دارم. عاشقانه اونو دوست دارم. اون توضیح داره. راست میگی، چون اون دجال زبون آدمیزاد بلد نبود، ولی زیاد کشش ندیا بنال. توضیح این که حضرت امام سفر بیروت بودن، بعد یک نامه‌ای می‌نویسند برای همسرشون حضرت امام. بعد این نامه چند سال پیش اصلا رونمایی شده، در فضای مجازی منتشر شد. اصلا بهت همگان بود که مگر حضرت این نامه واقعا این نامه عاشقانه، نامه امام به همسرشون خیلی نازه، چقدر جذابه. بشنوید. سه نشه نامه عاشقانه‌ای که کرگدنی مثل راحل بنویسه، بعد این گوریل اونو رونمایی کنه، خیلی باهاش مواظب بود. الهی قربانت بروم،
در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم، جای شما خیلی خیلی خالی است. دوبار میگن خیلی خیلی. تو هم دیگه خیلی خیلی خودتو لوس نکن، به اندازه ساندیست حرف بزن. ادامه بده. تا کنون هرچه پیش آمد خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتاً جای شما خالی است. فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظری خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه هم نیست. زای بازار شد که اون ریش و پش ولیکن یه طرف، کشت و کشتار و مغول بازی هم یه طرف. این دیگه یه چشمه جدید بود. به خر دجال گفته زکی امام آن که دلش یونجزار خرها بود، تمام زندگیش گند زدن به دنیا بود. نگاه دیوی او قاب عکسی از خفاش، که جنس له شده ی نقشش مقوا بود. سرش تا پاله گاوان و رو تنش ترشید، لبش پر از زر فتوا و بمب و دعوا بود. چو رد روغن او از ته کفن پیدا، نشون رفتن و پایان عمر عظما بود. دوباره آمد و چنگیز را تجسم کرد، امام دیکتاتورای تمام دنیا بود. دوباره آمد و چنگیز را تجسم کرد، امام دیکتاتورای تمام دنیا بود. عبای جرجریش بوی جانور میداد، کسی به قاتلی او نبود آیا بود؟ ز سر کشیدن زهرا او نشد سیراب، امام که رد سم امام در تمام دنیا بود. شبی نظام ولش روی گور اولق شد، جدود سید علیش پشت کوه پیدا بود. شبی نظام ولش روی گور اولق شد، جدود سید علیش پشت کوه پیدا بود.